به نام خدا. به جلسه سوم آلووا خوش آمدید. در ویدیوی قبلی با پرامپت آشنا شدیم. این جلسه میخواهیم 10 تا پرامپت طلایی را به شما یاد بدهیم. در هوش مصنوعی بنویس از چت جی پی تی برای یک فرد مبتدی که میخواهد هوش مصنوعی را یاد بگیرد یک برنامه 30 روزه بنویس. اگر از صفر شروع میکنید، هدف واقع بینانه در 30 روزه این است که مفاهیم اصلی هوش مصنوعی را بشناسید، با چت جی پی تی و ابزار هوش مصنوعی کار کنید، کمی پایتون یاد بگیرید، اولین پروژه ساده هوش مصنوعی را انجام دهید. بدانید که بعد از این 30 روز باید چه موضوعاتی تمرکز یک برنامه 30 روزه هوش مصنوعی نوشته شده است. ما هم نگاه میکنیم. برای من 20 ایده کسب درآمد با هوش مصنوعی بنویس. اگر هدفت کسب درآمد است، لازم نیست ابتدا متخصص برنامه‌نویسی یا پژوهشگر هوش مصنوعی شوی. بسیار از افراد با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی خدمات ارائه می‌دهند یا محصولات دیجیتالی می‌سازند که در ادامه 20 ایده کاربردی را از ساده تا پیشرفته آوردیم. این هم 20 ایده. برای کانال یوتیوب من 30 ایده ویدیوی جذاب درباره هوش مصنوعی پیشنهاد بده که پیشنهاد داده. یک متن تبلیغاتی برای فروش کفش ورزشی بنویس. یک ایمیل رسمی برای درخواست همکاری بنویس. یک برنامه کاهش وزن 30 روزه بنویس. یک برنامه یادگیری زبان انگلیسی برای 60 روزه بنویس که این برنامه 60 روزه است. کتاب اثر مرکب را در 10 نکته خلاصه کن. یک رزومه حرفه‌ای برای شغل حسابداری بنویس. 10 ایده برای راه اندازی کسب درآمد اینترنتی پیشنهاد بده که در اینجا 10 تا پرامپت طلایی را با هم نگاه کردیم. امیدوارم این 10 تا پرامپت طلایی برایتان مفید باشه. اگر دوست دارید هوش مصنوعی رو به زبان ساده یاد بگیرید، کانال آلووا رو دنبال کنید. در ویدیوی بعدی یاد میگیریم چطوری با چت جی پی تی یک رزومه حرفه‌ای و آماده استخدام بسازیم. امیدوارم خوشتان آمده باشد. خدا نگهدار.